سلام رسپینا تیوی های دوست داشتنی. امروز هم اومدم تا با یک ویدیو جدید در کنار شما باشم. ناهید لیان مجری سابق صدا و سیماست که مدت‌ها پیش به لندن رفت و کشف حجاب که هیچی به کلی کشف لباس کرد. هر از چنگایی هم با انتشار عکسای لختی پختیش جنجال به پا میکنه. با ما تا آخر این ویدیو همراه باشید. فقط قبل از اون کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو فعال کنید یا میتونید با گوشیتون بارکد کنار صفحه رو اسکن کنید. یادتون نره حتما ویدیوها رو لایک کنید. اگر هم تو زمینه خاصی ویدیو میخواید یا سوالی دارید تو کامنت برام بنویسید، خیلی زود جواب میدم. ناهید لیان مجری سابق صدا و سیماست که مدتی پیش به لندن مهاجرت کرد و کشف حجاب و لباس آنچنانی کرد. گویا خانم مجری در شبکه 3 فعالیت داشتن و در رادیو هم فعال بودن. ناهید لیان پس از مهاجرت تصاویری بی حجاب و حتی بدون لباس در سواحل دریا از خودش در اینستاگرام به اشتراک گذاشت و البته همه رو متعجب کرد. اون در سال 1394 خبر ازدواج خودش رو با مردی خارجی به نام رابرت داد. اون در 28 مرداد سال 67 به دنیا آمده و مدتی به عنوان مجری در شبکه 3 به فعالیت پرداخت. هرچند که سابقه زیادی در صدا و سیما نداره، اما چند برنامه رو در شبکه 3 اجرا کرده و بعد از اینکه تهیه کننده های تلویزیونی به اون پیشنهاد همکاری ندادن، تصمیم گرفت که ایران رو ترک کنه و راهی لندن بشه. در اواسط شهریور 99 عکسای بدون حجاب اون در شبکه‌های اجتماعی سر و صدای زیادی کرد و نامش در گوگل به ترند تبدیل شد. نکته جالب اینجاست که هیچ کسی اجرای این خانم رو در تلویزیون به یاد نداره، اما نامش در گوگل ترند شده که نشون میده سرچ‌های زیادی بوده که کاربران شبکه‌های اجتماعی انجام دادن. علت اصلی این که این مجری مورد توجه قرار گرفت انتشار عکسای اون در پیج‌های اینستاگرام و کانال‌های تلگرامی بود، وگرنه کسی اون رو نمی‌شناخت. ظاهراً این گونه افراد در صدا و سیما جایگاه خاصی ندارن و پس از اینکه در این حد برهنه میشن تازه شناخته میشن. خوشحال میشم که نظرات خودتون رو برام تو کامنت بنویسید. ممنونم که این ویدیو رو تماشا کردید. اگر از ویدیو خوشتون اومد حتما لایکش کنید و کانال رو سابسکرایب کنید. زنگوله کنارش رو هم فعال کنید یا گوشیتون رو بگیرید و بارکد کنار صفحه رو اسکن کنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. اینجا کانال رسپینا تیوی، شاد و پر انرژی باشید.